اگه بهت بگم یه سلاح وجود داره که میتونه توی یه لحظه هر چیزی رو به خاکستر تبدیل کنه و دانشمندا دارن تلاش میکنن واقعیش کنن، باورت میشه؟ حالا فکر کن همچین سلاحی توی دسته یه ارتش باشه یا حتی بدتر دسته یه گروه ناشناس. یه سلاح که نه به گلوله نیاز داره نه باروت و از هر چیزی که تا حالا دیدی قدرتمندتره. واقعا داریم به همچین آینده نزدیک میشیم یا این فقط یه داستان علمی تخیلیه؟ بشر از همون روزی که جنگیدن رو یاد گرفت دنبال سلاح‌های قوی‌تر بود. از سنگ و چوب به شمشیر و تیر و کمان رسید. بعدش اسلحه گرم اومد و همه چیزو تغییر داد. اما این کافی نبود. بمب‌های اتمی وارد جنگ شد و وحشت رو به وجود آوردن. حالا یه سوال، مرحله بعدی چیه؟ سلاحی قوی‌تر از بمب‌های اتمی؟ یه چیزی که همیشه توی جنگ‌ها نقش بزرگی داشته انرژیه. مثلا یه گلوله چطوری کار میکنه؟ یه انفجار کوچیک توی اسلحه باعث میشه که گلوله با سرعت بالا حرکت کنه. اما چی میشه اگه به جای این روش قدیمی مستقیما از خود انرژی استفاده کنیم؟ اگه از مدرسه یادتون باشه ما 3 حالت ماده داشتیم: جامد، مایع و گاز. اما حالت چهارمی از ماده هم هست که میتونه همه چیزو تغییر بده. آره درسته، پلاسما. پلاسما یه سطح بالاتر از گازه. وقتی یه گاز رو اونقدر گرم کنیم که الکترون‌هاش جدا بشن، پلاسما درست میشه. یک ماده فوق‌العاده پر انرژی. حالا جالبه بدونی پلاسما به صورت طبیعی هم توی دنیا وجود داره. صاعقه ها رو دیدی؟ اونا در واقع پلاسما هستن. ستاره های مثل خورشید چی؟ اونا هم از پلاسما ساخته شدن. حالا فکر کن بتونی این انرژی رو کنترل کنی و به سمت یه هدف بفرستی. یعنی به جای شلیک یه گلوله فلزی، یه توده سوزان از پلاسما رو پرتاب کنی که همه چیزو تو مسیرش بسوزونه. این دقیقاً چیزیه که بهش میگیم سلاح پلاسمایی. این سلاح به جای اینکه به مهمات نیاز داشته باشه، فقط به انرژی نیاز داره. پس میتونه بی نهایت بار شلیک کنه تا وقتی که باتریش شارژ داشته باشه. و از اون مهمتر، ذره‌های معمولی هیچ شانسی در برابرش ندارن. این دقیقاً همون دلیلیه که میتونه آینده جنگ‌ها رو تغییر بده. اگه این سلاح وارد جنگ‌های مدرن بشه، چه بلایی سر سلاح‌های فعلی میاد؟ ساده بگم، سلاح‌های قدیمی بی‌ارزش میشن. تفنگ‌ها، تانک‌ها، ذره‌های ضد گلوله همشون بیفایده میشن. یه شلیک از یه سلاح پلاسمایی میتونه یه تانک رو مثل یه تیکه کره آب کنه. پس کشورها مجبور میشن یه تکنولوژی جدید رو بیارن. مثلا شاید ذره‌هایی بسازن که بتونه پلاسما رو دفع کنه. آیا این سلاح برای دفاع هم قابل استفاده است یا فقط برای حمله استفاده میشه؟ اگه بتونیم یه سپر مغناطیسی درست کنیم که پلاسما رو مهار کنه، میشه ازش برای دفاع هم استفاده کرد. مثل سپرهای انرژی توی فیلم‌ها. ولی فعلا هر چیزی که پلاسما بهش بخوره نابود میشه. پس فعلا فقط یه سلاح تهاجمیه. شاید بپرسی اگه این سلاح اینقدر قویه چرا هنوز توی جنگ ها نمیبینیمش؟ راستش ما هنوز خیلی از یه سلاح پلاسمایی واقعی فاصله داریم. بریم ببینیم مشکلاتی که باعث میشن نتونیم سلاح پلاسمایی بسازیم چیا هستن. مشکل اول، دمای وحشتناک بالا. پلاسما داغ‌تر از سطح خورشیده. یعنی هر چیزی که بهش نزدیک بشه رو میسوزونه. چطور باید این انرژی رو توی اسلحه نگه داریم بدون اینکه خود اسلحه ذوب بشه؟ مشکل دوم، از بین رفتن پلاسما در هوا. پلاسما وقتی از یک محفظه مغناطیسی خارج بشه به سرعت با هوا ترکیب میشه و از بین میره. یعنی فعلا نمیتونیم یه گلوله پلاسمایی که توی هوا حرکت کنه رو به هدف برسونیم. مشکل سوم برای ساخت این سلاح اینه که با یه سری چالش‌های علمی و مهندسی روبرو هستیم. اولیش اینه که بتونیم یه منبع انرژی مناسب داخل اسلحه قرار بدیم که بتونه این انرژی بی‌نهایت برای تولید پلاسما شلیک اون رو فراهم کنه. دومم اینه طراحی یه سیستم هدایت دقیق تا مستقیما فقط به هدف بخوره و در مسیر رسیدن به هدف به اطراف آسیب نزنه. آخریش هم ایمن کردنش برای کسیه که ازش استفاده میکنه، چون ممکنه بالاخره خودش هم بسوزه. اگه همچین سلاحی ساخته بشه چقدر میتونه خطرناک باشه؟ قطعاً خیلی زیاد، چون نه قابل مهار کردنه نه راهی برای دفاع در برابرش وجود داره. هر چیزی که با این سلاح برخورد کنه سریعاً تبخیر میشه. اما از اون مهمتر اینه که محیط اطرافش هم آسیب میبینه. فرض کن یه سلاح پلاسمایی توی جنگل استفاده بشه. احتمالاً نصف جنگل رو توی چند ثانیه آتیش میزنه. یعنی حتی بدون اینکه مستقیم به چیزی برخورد کنه میتونه همه جا رو ویرون کنه. آیا کشورها هم همکنون روی توسعه سلاح‌های پلاسمایی کار میکنن؟ تا جایی که ما میدونیم رسما نه، ولی کشورهای مختلف روی سلاح‌های لیزری و الکترومغناطیسی کار میکنن که شاید
یه روز پایه سلاح‌های پلاسمایی بشه. مثلا ایالات متحده آمریکا یه سلاح لیزری ساخته که میتونه پهپادها و موشک‌ها رو توی هوا منهدم کنه. اما اینکه یه تفنگ پلاسمایی واقعی ساخته بشه هنوز نه. ولی کی میدونه، شاید یه پروژه مخفی وجود داشته باشه. آیا سلاح پلاسمایی از فیلم‌های علمی تخیلی به واقعیت نزدیک شده؟ ببین، راستش هنوز خیلی با چیزی که توی فیلم‌ها می‌بینیم فاصله داریم. مثلا توی جنگ ستارگان یا هیلو یه لیزر یا گلوله پلاسمایی رو شلیک می‌کنن که همه چیزو منفجر می‌کنه. اما در دنیای واقعی به همون دلایلی که گفتم ما هنوز نمیتونیم یه گلوله پلاسمایی رو آزادانه توی هوا هدایت کنیم. ولی با این حال آزمایش‌های جدیدی روی سلاح‌های لیزری و پلاسمایی داره انجام میشه که میتونه پایه این تکنولوژی باشه. آیا در آینده سلاح پلاسمایی ممکن میشه؟ هر تکنولوژی اولش غیر ممکن به نظر میرسه. یه زمانی مردم فکر میکردن که هیچ وقت نمیشه پرواز کرد، اما حالا هواپیما داریم. یه زمانی کسی فکر نمیکرد که بشه به ماه رفت، اما ما این کارو کردیم. پس شاید تو سالهای آینده دانشمندان راهی پیدا کنن که این چالش رو حل کنن و اولین سلاح پلاسمایی واقعی ساخته بشه. نتیجه گیری: سلاح پلاسمایی میتونه دنیا رو تغییر بده، اما احتمالاً برای همیشه جنگ‌ها رو وحشیانه تر میکنه. فعلا ساختنش توی دنیای واقعی سخته، اما شاید یه روز این تکنولوژی به حقیقت بپیونده. اگه یه روز همچین سلاحی ساخته بشه، فکر میکنی دنیا چه شکلی میشه؟ آیا باعث میشه جنگ‌ها ترسناکتر بشن یا اینکه دنیا رو به یه دوره جدیدی از امنیت و قدرت ببره؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره.